خاطرات ترسناک شما، قسمت دوم. ساعت تقریبا 3 شب بود و در حالی که توی اتاقم تنها بودم داشتم ریلز نگاه میکردم. ناگهان در همین حین صدای کلید در رو شنیدم که انگار یکی از خونه رفت بیرون. تعجب کردم و با خودم گفتم این وقت شب چرا خانوادم باید برم بیرون و رفتم تا در رو چک کنم. در بسته بود و همه چی عادی بود، اما یهو صدای شیر آب رو شنیدم که از سمت آشپزخونه می اومد. واقعا جا خوردم. مامانم رو دیدم که در حال شستن ظرف بود. تعجب کردم و بهش گفتم مامان الان چه وقت ظرف شستنه؟ چند بار صداش زدم ولی بازم بهم جوابی نمیداد که یهو چشمم افتاد به دستکشایی که مامانم همیشه به خاطر حساسیتش عادت داشت اونا رو دستش کنه، ولی این بار دستش نبود.